دنبال چنج اکانت کرکی میگردی؟ تا آخر ویدیو همراه من باش که یکی از بهترین روشاشو معرفی کردم. سلام بچه، چطورید؟ من تو هستم و خوش اومد به ویدیو دیگه از کانال خودتون. امروز داخل ویدیو میخوام به یکی از بهترین روشا چنج اکانت کرکی معرفی کنم. پس معطل نمیکنم، برو بریم سراغ ویدیو. خب وارد پروفایل میشید و وارد قسمت بیسیک میشید و یو آی دی عددی خودتون رو کپی میکنید و وارد تنظیمات میشیم و روی لگال اند پرایوسی کلیک میکنیم. پلیر آیدی و پرایوسی آیدی خودمون رو کپی میکنیم. حالا از این قسمت وارد دیلیت اکانت میشیم که قبل اینکه وارد دیلیت اکانت شید باید حتما اکانتتون رو روی فیسبوک سیو کنید. حالا داخل این ویدیو من اکانتم روی فیسبوک نتونستم سیو کنم چون فیسبوکم روی اکانتی سیو بود، به خاطر همین نشد سیو کنم. خودتون شما سیو کنید و وارد دیلیت اکانت شید. داخل این بخش روی سابمیت نیو ریکوست کلیک کنید و ریژنتون روی ایران قرار بدید. حالا فرق هم نمیکنه، روی هر جا قرار بدید اوکیه. خب روی بخش قرمز رنگ کلیک میکنید و اینجا اون سه تا چیزی که اینجا باید کال آف دیوتی موبایل رو انتخاب کنیم و اون سه تا چیزی که گفته بود کپی کنیم و اینجا ترتیب کپی میکنیم و تایید میکنیم. تایید. خب من اینجا اکانت رو تایید کردم و اینجا روی امنات ربات کلیک میکنیم و تیکو فعال میکنیم. بازم تیکو فعال میکنیم و روی گزینه قرمز رنگ کلیک میکنیم. خب اینجا برای اینکه دیلیت اکانت ما وریفای شه حتما باید ایمیل اکانت رو وارد کنیم. من اینجا ایمیل اکانت رو وارد میکنم و اینجا که میبینید نوشته دیلیت اکانت تایید شد. حالا وقتی که وارد کال آف شید به صورت پیغام به شما نوشته داده میشه که اکانت شما دیلیت شده و اگه از اکانت برید بیرون دیگه کلا بعد با اکانت خداحافظی کنید. حالا شما روی اکانت کرکی حتما روی فیسبوک سیوش کنید که بعد اینکه اکتیویژن رو دیلیت کردید بتونید با فیسبوک وارد اکانت شید و کسی جز خودتون نمیتونه وارد اکانت شه. اینطوری میتونید اکانت کرکی واسه خودتون کنید. البته یه روش دیگه واسه چنج زدن اکانت کرکی وجود داره که این روش داخل تلگرام بین 500 تا 800 هزار تومان به فروش میرسه. ولی اگه لایک های این ویدیو به 100 تا و سابسکرایب من به 100 تا برسه این آموزش رو داخل چنل براتون به صورت رایگان قرار میدم. اگه این ویدیو واسهتون مفید بود لایک و سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله بغلش هم بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.